مدینه منوره یک شخص به نام زید ابن سعنه بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم کم گندم داده بود، بالاش قرض داشت. یک روز آمد نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، شاید باری چندم باشه، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم. این زید ابن سعنه حالی مسلمان نشده بود. گفت گندم ما بده قرض برگردان. حضرت گفت اندکه که دیگه مهلتم نمیتی، تو مهلتم بگذار تا نماز پیشی نماز بخونیم، من قرض نمیتم. از گریبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفت به ادب، گریبان به حد کشید که حتی پای گریبان در گردن زیبای حبیب خدا ماند. گفت شما بنی عبدالمطلب همیشه متاطله میکنید، امروز پگاه میکنید، شرم نمیداره؟ گندم گرفتی بده، قرض که گرفتی تیز در وقتش ادا کن. حضرت عمر همی واقعه را میدید، آمد به غضب به نهیب یک شپلق در پشت کلش زد. تو بدبخت، گفته چی کار میکنی ملعون؟ یا رسول الله، گفت اجازت سرش از بدنش جدا کنم. حضرت گفت یا عمر خطا کردی، کاری تو نادرست است. تو همچه مرد مسلمان با ادب باید این مرد جاهل به حسن مطالبه دعوت میکردی، مرا به حسن پرداخت اینا دعوت میکردی که قرض دادی ثواب میگیری، پس همون قرضی که دادی همون را به نیکی به خوبی به سخن خوش طلب کن. و مرا باید دعوت میکردی که مادام که به تو قرض داده است مهلتش بود شده است، پس همه کار تا بگذاره، اول قرضی همین مرده که بپرداز. اما تو سیاستش کردی، تلخ کف کردی این مرده که. حضرت عمر بسیار پهلوان بود، بعدا امر کرد، گفت یا عمر بیا قرضش بده و از بالای قرضش 20 ساعت دیگر هم زیادتی بده، برای آنکه حیبتش کردی، ترسوندیش، تلخ کفش کردی. 20 ساعت تخمین یک 60-70 کیلو دیگه با زیادتی، به خاطر آنکه سیاستش کردی، حیبت در قلبش انداختی. امر کرد، همین کارا کردن. زید ابن سعنه وقتی که عمل پیغمبر دید، اخلاق زیبا شدید، معامله نیک شدید، مثل موم نرم شد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. من گواهی میتم یا رسول الله که تو پیغمبری بر حق خدا هستی و غیر خدا معبود دیگری در کار نیست، معبود دیگری نیست در دنیا. حتی در بعضی روایات اومده است که گفت یگان قرض طلب ندارم، بخشیده من مرا. انایس آداب و اخلاق بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم تو همین درجه را خوشخلق بود که دشمنان را رام میکرد، دشمنان را به سوی خود جلب میکرد.